الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادران سوال نمودند که آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت سفر بودن، یعنی وقتی که سفر میکردند در سفر سنت نمازها رو میخوندند، یعنی نماز فرضی رو 2 رکعت قصر میخوندند و بعد از این سنت پیشی نماز و بعد نماز رو آیا میخوندند یا نمیخوندند؟ بارک الله فیکم. و بعضی از انسان ها و بعضی از طالب علمان والله علم کسی گفته است که بله نماز رو قصر میخوندند، یعنی نمازهای فرضی 4 رکعت رو 2 رکعت میخوندند و سنت های پیش یا بعدی این نماز رو میخوندند. به مانند مثلا نماز پیشین میخوندند 2 رکعت فرض و پیش از و بعد از این سنت رو میخونن یا نماز خفتن و غیره، که البته دلیل آوردند از امام بخاری حدیث رو گفتند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالتی در سفر بودنشون نمازهای سنت رو در بالای شتور میخونن، خیلی که امام بخاری روایت کردند. البته بارک الله فیکم، در حقیقت این سوال مهم است و درست است و فهمیشش هم بینهایت برای هر یکی من شما ضرور است، زیرا که این مسائل است که تا به حال بسیاری از انسان ها نمیفهمند، با وجود این که مسائل روزمره هر یکی من و شما است در سفر به من و شما واقع می شود. بارک الله فیکم. قول صحیح این است، قول علمای اهل سنت و الجماعت این است، قولی که موافق فعل صحابه و موافق فعل خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسول الله این است که وقتی که انسان به سفر می براید از نمازهای 5 وقته همه این نمازهای فرضی 4 رکعته رو 2 رکعت می خواند، اما 2 رکعته مثل پیشتر می ماند و نماز 3 رکعته فرضی نماز مغرب هم 3 رکعت می ماند. یعنی نمازی که قصر کرده می شود ظهر است و عصر است و عشاء است، چرا که نماز بامداد و نماز شام یعنی مغرب این به قصر داخل نمی شود. فقط نماز ظهر 4 رکعت فرضش 2 رکعت خونده می شود، نماز عصر 2 رکعت و نماز خفتن 2 رکعت خونده می شود. اما مسئله سنت هایش خونده نمی شود. نماز فجر البته سنتش خونده می شود. از این نمازها سنتی فقط نماز فجر خونده می شود. چرا که در این مسئله حدیث داریم که حالا بیان می شود. حدیثی البته صحیح امام بخاری رحمه الله روایت میکنند از مادرمان عایشه رضی الله عنها. اما سنت نماز پیشین، مثلا پیش از نماز پیشین 2 رکعت یا که 4 رکعت سنتی که هست یا بعد از نماز پیشین 2 رکعت سنتی که هست البته خونده نمی شود و نخوندنش سنت است. ترک سنت در همین حالت ترک کردن سنت نماز این سنت است و این چنین 2 رکعت سنت بعد از مغرب و 2 رکعت سنت بعد از نماز عشاء خونده نمی شود. یعنی از این 5 وقت نماز فقط نماز سنت فجر خونده می شود، اما دیگر نماز سنت های راتبه خونده نمی شود. اولا دلیل این حدیث صحیحی که معنیش در صحیح مسلم هم وجود دارد، متفق علیه است معنیش، اما لفظ بخاری است که از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت است که مادرمان عایشه میگن که ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك في سفره وحضره رکعتین قبل الفجر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه در حالت سفر نه در حالت مقیمیش 2 رکعت پیش از نماز فجر سنت رو ترک نمی کردن، یعنی 2 رکعت رو پیش از نماز فجر هیچگاه ترک نمی کردن، نه در حالت سفر نه در حالت مقیم. و این چنین در سفر هاشم در روایت دیگر در سفرشون پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه سنتی نماز فجر رو ترک نکردند و بعد از این میروند و میگن که و صلات الوتر و نماز ویتر رو و صلات التهجد و نماز تهجد رو. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به سفر می برآمدند ببینید چگونه نماز میخوانند. 2 رکعت نماز فجر سنتش و 2 رکعت فرض. وقتی که نماز ظهر میشد 2 رکعت فرضی نماز ظهر. وقتی که نماز عصر میشد 2 رکعت فرضی نماز عصر. وقتی که نماز شام میشد 3 رکعت فرضی نماز شام. وقتی که نماز خفتن میشد 2 رکعت فرضی نماز خفتن و بعد از این وقتی که شب میشد تهجد و نماز ویتر 3 رکعت و 1 رکعت و البته گوناگون است، نماز ویتر گوناگون است. بارک الله فیکم. و انمین موافق سنت صحیح 100% و قول راجح همین است. هر کسی که مخالفی این میبرد مخالفی البته حق برآمده است.
کسی نباشد. اما در مسئله این که دلیل آوردند کسانی که سنت خوانده میشد پیامبر میخواندند، گفتند دلیل آوردند از بخاری که پیامبر نمازهای سنتی را در بالای شتر میخوانند. البته در این روایت سنت نآمده است، سنتی رو در بالای، یعنی لفظ حدیث اینجوری نموده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سنت رو در بالای شتر میخواند، بلکه نفل آمده است. البته رسول الله همه حالتشون عبادت بود. حتی رسول الله وقتی که غمگین میشدند 2 رکعت نماز میخوانند. کان النبی صلی الله علیه و اذا احزنه شیء صلى. امام بخاری روایت میکنه رسول الله اگر غمگین شوند، یگون چیز غمگینشون کند، 2 رکعت نماز میخوانند. رسول الله خسته شوند نماز میخوانند. رسول الله بعد از طهارت نماز میخوانند. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، این همه نماز رو نماز نفل گفته میشود که رسول الله در سفر هم میخوانند، شما هم میتوانید بخوانید. مسئله ای که اینجا بیان میشود سنت راتبه. سنت راتبه آیا خواندنش ضرور است، خیلی که در حالت مقیم بودن ضرور است یا که نیست؟ نه، ضرور نیست. عقلا هم وقتی که نظر میکنید الله سبحانه و تعالی برای سبک شدن این سفر، برای سبک شدن عبادت، فرض رو به شما کم کرد. 4 رکعت فرض رو 2 رکعت کرد. چگونه میشد که شما سنت رو مثل خودش خوانید؟ این به عقل انسان سالم هم درست نمیاد، چرا که عقل و شریعت هر دوش یک چیز است. بارک الله فیکم. اما رسول الله نماز مثلا سنت فجر رو در بالای شتر خواندند، گوید درست است. حیث توجه، به کجایی که شتر روبرو باشد، رفته ایستاده باشد، به همون طرف نگاه میکردند و نماز میخواندند، گرچنده که به سوی قبله نباشد. و بعد از این نماز ویتر رو روایت صحیح اومده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلی الوتر علی الناقه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ویتر رو در بالای شتر خواندند و همین دلیل می شود که ویتر واجب نیست، ویتر سنت است. خواندن ویتر واجب نیست، ویتر خواندنش سنت است. و بعد از این روایتی که از امام بخاری آورده شود به ویتر چکند محمول شود، به ویتر نسبت داده شود. اگر سنت گوید شما پایبندی کنید، سخنی حق رو نفهمید، از جانب دیگر ما بگیم که نماز ویتر سنت است. در حقیقت رسول الله نماز ویتر رو در بالای شتر خواندند و نماز تهجد رو در بالای شتر خواندند. اما همچون نماز سنت راتبه هیچ ثابته نشده است. بارک الله فیکم. پس بیاید تعصب را ترک کنیم، بیاید به حق تابع شویم. تا بکی ما اینچنین متعصب می شویم و حق رو قبول کردن نمی خواهیم. بارک الله فیکم. پس از دلیل هایی که می آورید، دلیل های یعنی متشابه در اونها احتمال وجود دارد، دلیل های واضح رو ترک میکنید، به متشابه دست میزنید. پس بیاید به حق، نجات مییابید، خرسند میشوید، انشراح صدر پیدا میکنید، اجر زیاد پیدا میکنید و این اختلاف ها همه نابود و برهم میشود. بارک الله فیکم.